سلام بچه‌ها. امروز میخوام در مورد ارشد خوندن مثلا تو تهران باتون صحبت کنم. یعنی بدون فوت وقت میخوام برم سر اصل مطلب. امیدوارم که صدام خوب بیاد. من میکروفون ندارم اینجا، یه ذره پنجره رو مجبور شدم باز بذارم دیگه. اگه صدا یه ذره این ورم شده یه صدا اضافه میاد به بزرگی خودتون ببخشید. خب میخوام اصلا بهتون بگم و در آخر این ویدیو به این نتیجه برسم که آیا ارزششو داشت که من بیام و تهران ارشد بخونم یا نداشت، و میخوام تجربیاتی که حالا توی این دوران داشتم و باهاتون به اشتراک بذارم. برای اینکه بهتون توضیح بدم که حالا ارشد خوندن چه مزایا و معایبی داره و چه جوریه، یه ذره میخوام برگردم به عقب و اصلا داستان این که چرا من تصمیم گرفتم که اصلا بیام و ارشد بخونم و براتون تعریف کنم. من کارشناسیمو فکر می‌کنم سال 96 اینا بود تموم کردم، 5-6 یادم نمیاد دقیقاً، ورودی 91 بودم دیگه، 4 سال بعدش تموم کردم، همون حدود. کارشناسیمو گرافیک خوندم مشهد و دانشگاه فردوس مشهد خوندم. تنها دانشگاه هنری بود که توی مشهد بود. و آیا من هنرستانی بودم؟ خیر. من از رشته تجربی وارد هنر شدم. یعنی من اصلا هیچ آشناییتی با هنر نداشتم. اینا که میخوام بهتون بگم این بک‌گراند یه ذره اهمیت داره به نظرم، برای اینکه من چرا تصمیم گرفتم این کار رو انجام بدم. برای همین دارم اینا رو براتون توضیح میدم. من پیش دانشگاهیمو غیر حضوری هنر خوندم، چون تا سال سوم تجربی بودم. بابام مجبورم کرد تجربی بخونم، میگفت بعد پزشک بشی. پدر من در آورد، من کلی اشک و آه و ناله کردم. سال سوم از عمد دیگه درس نخوندم. اینه از عمد که واقعا دیگه نمیتونستم، یعنی حالم داشت به هم میخورد. بعد دیگه معدلم اومد پایین چون درس نمیخوندم و اینا، و کلی بشین و صحبت کن اینا. بالاخره من اجازه دادن که اوکی برو هنر رو بخون. بعد سال پیش دانشگاهیمو من غیر حضوری خوندم که برسم درسای هنر رو بخونم. من اصلا هیچی نمیدونستم راجع به این موضوع، یعنی هیچی، یعنی هیچ. و یهویی من رفتم وارد هنر شدم و مثلا یک کلمه از کتاباشو نخونده بودم، هیچی نمیدونستم. ولی خب میدونستم که علاقه دارم به این کار، یعنی علاقه داشتم کارهای هنری انجام بدم. آدمی بودم که دوست داشتم بشینم طراحی کنم، نقاشی کنم. این چیزا بود که بهم لذت میداد. یعنی اینکه 24 بشینم فقط درس بخونم، درس تجربی، اصلا من لذت بخش نبود. اصلا به پزشک شدن فکر می‌کردم، حالم بد میشد، دوست نداشتم به هیچ عنوان. اینجوری شد که من سال 4 اومدم تجربی خوندم. بعد اولش خیلی داشتم جدی درس میخوندم، میرفتم آزمون قلمچی میدادم، خیلی درس‌ها رو 100 میزدم، درس‌های هنر رو چون به کوب درس میخوندم. از یه جایی به بعد چون تصمیمم عوض شد، دلم نمیخواست دیگه بیام تهران. اول تصمیم داشتم که بیام تهران ارشد بخونم، کارشناسی بخونم، ولی بعد نظرم عوض شد. یعنی تصمیم گرفتم که همون مشهد درس بخونم. یه ذره درس خوندن شل کردم و اینا. و اینکه چرا من رشته گرافیک انتخاب کردم اون موقع، به خاطر اینکه من خیلی آشناییت اینجوری نداشتم. این اصلا واقعا یه داستان خنده‌داری داره اینکه چی شد که من رفتم مثلا درس ها رو خون. اصلا خیلی عجیبه. بعد یه بار فکر کنم اون رو جدا براتون تعریف کنم. خلاصه من هیچی نمیدونستم، دور اطرافیانم هم هیچی نمیدونستن. اون موقع خیلی کمتر از الان بقیه تجربتشون رو توی اینترنت به اشتراک میذاشتن. یعنی مثلا وارد دانشگاه شدم تازه مثلا وایبر اومده بود، یعنی اصلا اینجوری نبود که من گوشی خاصی داشته باشم مثلا بتونم تو یوتیوب بیام مثلا سرچ کنم. هیچی نبود، واقعیتش رو بخوایم هیچی نبود که من بخوام خیلی بشینم سرچ کنم و اینا. خیلی هم دیگه تو ذهنم نبود چیزا. حالا نمیخوام مسئله خیلی طولانیش کنم. و تنها رشته‌ای که اون موقع به نظرم میومد که خوبه و برای شروع برم اینو ببینم چجوریه و امتحان کنم اینو تو رشته هنری، گرافیک بود. نقاشی به نظرم خیلی آینده خاصی نداشت. صنایع دستی اینا روش خیلی آشنا نشدم، فکرم نمی‌کردم که بتونم حالا دلم بخواد تو اون حوزه کار کنم و اینا. ولی تحقیقاتی که راجع به رشته گرافیک کردم احساس کردم که از این رشته خوشم میاد. رفتم و توی دوران تحصیلم متوجه شدم که از این رشته خوشم نمیاد. حالا خوشم نمیاد یعنی فهمیدم که من برای گرافیک دیزاین ساخته نشدم. اونجوری بهم نه لذت میده
نه برام کار خیلی راحتیه. من مثلا یه سری بی‌دقتی عجیب غریبی کلا دارم به خاطر اینکه ADHD دارم و پدرم در میاد. من مثلا یه پوستر می‌خواستم طراحی کنم 1000 بار چکش می‌کردم، ولی آخرش هم که می‌خواستم فایل نهایی بدم متوجه می‌شدم مثلا 2 تا غلط تایپی داره، یه چیز اشتباه اونجا وسط خورده، یعنی این چیزا رو نمیدیدم. بعد خیلی ازم انرژی میگرفت. بعد سر کله زدم با مشتری‌ها و اینجوری بخوای بری خود مشتری درست کنی. بعد اصلا یه دنیای دیگه ای داره گرافیک دیزاینایی که توش فعالیت میکنن میدونم. خلاصه در خلال این رشته همینجوری که تو دانشگاه بودم ما یه واحد تصویرسازی داشتیم و متوجه شدم که من از تصویرسازی خیلی بیشتر خوشم میاد. یعنی نه نقاشیه که بگی مثلا فقط میخوای بری نقاشی کنی و نه چیه. خلاصه فهمیدم که از تصویرسازی خوشم میاد و توی کل دوران تحصیل کارشناسیم تنها درسی که بهم خیلی حال میداد اون بخش تصویرسازی بود. یعنی من توی اون کلاسا عشق میکردم، خیلی حال میداد و شروع خوبی بود. خیلی استارت خفنی نداشتم چون اصلا هنوز درست متوجه نشده بودم که دقیقاً من تو تصویرسازی چی کار کرد و چه جوری بود و اینا. یه ذرم که میدونی سیستم آموزشی تو ایران مشکل داره، خیلی تدریس به درستی انگار بعضی وقتا اتفاق نمیافته. ولی خب خوبیش این بود که من فهمیدم اینو دوست دارم. خلاصه کارشناسیم تموم شد و من یه ذره گیج و گم بودم چون که تو رشته تحصیل کرده بودم که خیلی اونجوری باش داشتم حال نمی کردم و بابام هم که منتظر بود اون گوشه همش بگه دیدی گفتم، دیدی برگرد همون تجربی. دلم هم نمیخواستیم بهانه مثلا دست کسی بدم و نمیتونستم ابراز کنم که بابا من اصلا فهمیدم که خیلی حال نمیکنم با این رشته. خلاصه تا تموم شد فهمیدم که من سریعا نمیتونم خیلی اونجوری سریع وارد بازار کار بشم. مثلا کار پراکنده گرافیکی انجام میدادم، یه درآمدی داشتم، ولی اونجوری نبود که باید که احساس کنم که من تو این رشته قراره یه پیشرفت عجیب غریبی بکنم و توی برنامه‌ام و تو مسیرم و اینا. نه اصلا احساس نمی‌کردم تو مسیرم. بر همین داشتم به این فکر میکردم که برم کلاس‌های تصویرسازی رو شرکت کنم. حالا کلاس‌های خیلی مختلفی وجود داشت. بعد اون موقع هنوز آموزش آنلاین نبود. یعنی مثلا من به مدرسه اینورس و اینها پیام میدادم موقع که مشهد بودم، بهشون میگفتم که مثلا کورس‌های آنلاین دارین که من بتونم بردارم، میگفتن نه بعد بیا حضوری تهران. خلاصه من حالا بابای منم گیر مدرک و درس و دانشگاهه، یعنی چون خودش یه حوزه توی یه حوزه‌ای داره کار میکنه که خیلی مدرک و تحصیل دانشگاهی اهمیت داره، مثلا حس می‌کنه تو همه درس‌ها باید همینجوری باشه. حالا هرچی توضیح بدم بابا تو هنر خیلی مهم نیستش که تو چه مدرکی داری، مهم اینه که چه کاری داری انجام میدی، مهم اینه که رزومت خوب باشه، مهم اینه که کارت خوب باشه. معمولا ازت نمیپرسن شما لیسانسی یا فوق لیسانسی، میگن نمونه کارتو بردار بیا ما ببینیم. خلاصه من این توضیحات میدونم البته خیلی فایده نداشتم، هی گیر که ارشد میخوای بخونی، چی میخوای بخونی و فلان، و منم توی یک دنیای عجیب غریبی بودم، گیج بودم، گم بودم، پدرم داشت در میومد، احساس شکست میکردم، ولی داشتم دنبال راه حل میگشتم که چیکار میتونم بکنم. به این نتیجه رسیدم که خیلی خوبه که من اگه بتونم بیام تهران و برم و اینا و یه سری کلاس شرکت کنم، ورکشاپ‌های مختلف رو شرکت کنم و بتونم اینجوری خودم رو انگار ارتقا بدم. از طرفی هم حالا تو همون حین من خیلی تو فکر تنها زندگی کردن و جدا شدن از خانواده بودم و اصلا هر شب من این موضوع رو تصویرسازی میکردم که چه جوری میتونم من از خانواده جدا شم، چه جوری میتونم برم مستقل زندگی کنم، چیکار کنم. چون یه قسمت خیلی مهم برای اینکه تو بتونی مستقل باشی اینه که درآمد خوبی داشته باشی، بتونی از پس هزینه‌هات بر بیاد. و حالا این که دقیقاً چی شد و من حالا مستقل زندگی کردم، به نظرم یه ویدیوی جدا میخواد، چون اینم خیلی چیز داره، داستان داره که چی شد من اومدم و تنها زندگی کردم. اینم داشته باشیم بعدا یه ویدیو راجعش درست میکنم. خلاصه من اینو با بابام مطرح کردم و گفتم که اینجوریه و تو همون بین من یه کلاس پیدا کردم تهران. آقای کمال طباطبایی بود فکر. آره آقای کمال طباطبایی تهران یه سری کلاس
برگزار میکرد. بعد من و دوستم با هم دیگه، چون از مثلا اول دانشگاه با هم دیگه بودیم و اینا، با هم صحبت کردیم و گفتیم چقدر خوب میشه که اگه بریم تهران کلاس‌ها شرکت کنیم، یه هفته یه بار بریم تهران برگردیم مشهد، ببینیم چه جوریه. ما اصلا تا حالا مثلا کلاس‌های خارج به این شکل شرکت نکردیم. تو مشهد حالا یه سری کلاس‌های محدود استادا برگزار می‌کردن، ولی من همیشه فکر می‌کردم که استادای تهران خیلی بهترن. و واقعیت هم اینه که هنر تو تهران آینده بهتری داره تا تو مشهد و شهرهای کوچیک‌تر متاسفانه. بعد هیچی دیگه، اون ما تصمیم گرفتیم که بیایم تهران، کلاس‌ها رو ثبت نام کردیم، هفته یه بار می اومدیم تهران با دوستم و برمیگشتم. البته من هر 2 هفته یه بار برمیگشتم چون خالم اینجا زندگی میکرد. من می اومدم تهران، اینجا کلاس‌ها رو شرکت میکردم، یه روزشو 3-4 روزشو با دوستام میرفتیم بیرون و تهران گردی و واقعا هم چقدر حال میداد. یعنی الان بهش فکر میکنم که بهترین دوران زندگیم بود. من این موضوع با بابام مطرح کردم که من دلم نمیخواد ارشد بخونم. اصلا حس میکردم که ارشد خوندن، اولا تو باید به یک لول علمی برسی که حالا بگی من میخوام ارشد بخونم، یه مدت کار کرده باشی، یک سوادی توی اون رشته تا یه حد قابل قبول داشته باشی که بعد بگم میخوام ارشد بخونم. البته اینم در نظر بگیریم که من خودم آدم کمالگراییم، یعنی حس میکردم که باید خیلی خوب باشم وقتی میخوام بگم من میخوام ارشد بخونم. بعد تو اون تایم من گرافیک خونده بودم و تصویرسازی دوست داشتم. راجع به تصویرسازی هنوز اونقدر اطلاعات نداشتم، اونقدر کارم خوب نبود اصلا و اصلا اعتماد به نفس نداشتم که بخوام برم ارشد بخونم. فکر می‌کنم الان کسی که در ارشد میخوان خیلی آدمای خفنی هستن که بعدا به نتیجه رسیدم که اشتباه میکنم. من اینو خودم من اینو با بابام مطرح میکردم، یعنی صحبت میکردیم با هم دیگه، میگفتم مدام راجع به اینکه من میخوام دوست دارم که مستقلشم، دوست دارم تهران زندگی کنم حرف میزدم و راجع به اینکه دلم نمیخواد ارشد بخونم حرف میزدم. ولی در نهایت داستان یک جوری شد که بابام گفت تو اگه میخوای بری تهران باید ارشد بخونی، یعنی اگه میخوای من اجازه بدم تو پاشی بری تهران و ارشد بخونی. بعد منم گفتم که جهنم و زلل گفتم اوکی. و هرچی بهش گفتم پدر من اگه تو میخوای هزینه کنی منو بفرستی تهران، خب همون هزینه رو بدم من کلاس، چرا میخوای من برم ارشد بخونم که من میدونم تهشم هیچی نیست. بعد میگفت نه مدرکت لازمه فلان، یه موقع میبینی یه جا لازمت میشه، یه موقع دیده خواستی بری خارج از کشور فلان شد و یلا بلو اینا. و من راضی شدم که گفتم اوکی که من ارشد میخونم، ولی تو ذهنم همش این بود که کار بیهوده‌ایه، هزینه بیهوده‌ایه. حالا اینجوری شد که من رفتم کنکور ارشد دادم. تو همون حینی که داشتم برای کنکور میخوندم میومدم کلاس تهران میرفتم و وقتی میومدم تهران میرفتم بیشتر مطمئن میشدم که آره من دلم میخواد تهران بمونم، من عاشق تهرانم. بعد سال اول اینجوری گذشت و من رفتم کنکور ارشد دادم، برای ارشدم میخوندم. برای کنکور عملی هم بعد از این که کنکور تئوری رو دادم اقدام کردم. البته کلاس اشتباهی رفتم به نظر خودم دفعه اولو. و در نهایت اینجوری شد که من رفتم کنکور ارشد رو دادم، تئوریمو خوب دادم، عملیمو گند زدم، یعنی از 100 نمره نمیدونم 15 شدم، نمیدونم، یعنی خیلی بد بود به خاطر اینکه اصلا با محیط امتحان آشنایی نداشتم. شما کلا 4-5 ساعت وقت داری تو تایم باید یه فریم بزرگ تحویل بدی. بعد من کلاسی که رفته بودم اصلا آمادگی کنکور نبود، داشتم مثلا یه سری تکنیکای تصویرسازی این چیزا یاد میگرفتم، به درد کنکور نمیخورد. کنکور تکنیکیه، کنکور عملی شما باید یه سری نکات رو بدونی، واقعا اون نکات رو پیاده کنی نمره خوب میگیری. اصلا فقط همینه، اصلا تو لازمه تا خیلی تصویرسازی عجیب غریبی بلد باشی و من اینو سال اول نمیدونستم و به خاطر اینکه کنکور عملی رو بد دادم خب رتبه‌ام خیلی بالا نشد. من کار احمقانه کردم اون موقع. بابا میگه بابا دولتی بعد به دولتی اینا، فقط دانشگاه دولتی رو زدم. خب معلومه دانشگاه دولتی میبری قبول نمیشه، کلا 20 نفر 30 نفر میخواد. اصلا چی به خود واقعا فکر کردی؟ بعد سال اول اینجوری گذشت و من نیاوردم دیگه رتبه دانشگاه دولتی رو نیاوردم. سال دوم دیگه خسته شدم،
یعنی فکر کنم من کارشناسیم تموم شده بود، همون رو رفتم بخونم برای ارشد، بعد رفتم کنکور عملی، شوکه شدم. مثلا فاز باور کنم اصلا تو کنکور عملی نتونستم کار کنم، اصلا رسما برگم رو تقریبا سفید داده بودم، کل اون تایم داشتم اتود میزدم، هم بعد دستم گم کرده بودم، الان چه جوری بزنم، الان خوش نمیشه، الان فلان نمیشه، الان چیکار بکنم. و بقیه رو نگاه می‌کردم داشتن کارهای عجیب غریب سر جلسه امتحان می‌کردن، اصلا باورتون نمیشه. هیچی دیگه سال اول گند خورد و من دیگه خسته شده بودم، یعنی واقعا هم ارشد کارشناسی خوندن خودش کلی اذیتم کرده بود. حالا اینکه تو اون سالا من کلا چه دراماهایی از سر گذروندم و اتفاقات چرت و پرتی برام افتاد و اصلا سالهای عقب نگه داشتن من بود اون سالا. تصمیم گرفتم سال بعد شرکت کنم. بعد توی این تایم باز هی میرفتم تهران و میومدم و این داستانا بود وجود داشت. سال بعد که اومدم شرکت کنم کلاس کنکور عملیمو تغییر دادم، رفتم یه کلاس دیگه، مثلا خیلی تعداد جلسات زیادی هم نبوده، بعد کنکور عملی 5-6 جلسه 4-5 جلسه نمیدونم، یادم نمیاد الان چقدر بود چون خیلی گذشته ازش، 4-5 سال گذشته. 4-5 سال گذشته. رفتم کلاس یکی از استادای خیلی خوبم، رفتم پیش آقای عباس شهسوار. ببین چند تا نکته واقعا به ما گفت و عالی بود اون نکاتی که به ما گفت. یعنی اینکه تو باید یک سری کاراکترهای خاص رو بهتر بود بلد باشی با چند تا حالا اشیا و درخت و به یک فرم خاصی، چون اینا همه به کارت می اومد. و اینکه باید توی رنگ‌گذاری اینا هم یه سری قوانین رو رعایت می‌کردی که کار تو به چشم میاد و کار مرتبی دیده بشه. خلاصه سال دوم من فقط رفتم این نکات رو رعایت کردم، بعد با اعتماد به نفس بیشتری رفتم سر جلسه، چون میدونستم چه خبره دیگه. یک بار رفته بودم، میدونستم مثلا از صبحی که پا میشی میخوای بری کنکور عملی بدی چه خبره تا موقعی که تموم میشه میخوای بیای بیرون. خیلی حالم بهتر بود نسبت به دفعه اول، خیلی استرس داشتم، این دفعه نداشتم، خیلی ریلکس رفتم، میدونستم چیکار باید بکنم، میدونستم چه خبره. رفتم نشستم سر جلسه، با دوستامون اومدیم تهران، خیلی باحال بود، 5-6 نفر اومدیم تهران، رفتیم خونه یه دوست دیگه هم موندیم که من برم کنکور ارشد بدم، کنکور عملی بدم، بعد روزای بقیه‌شو با بچه‌ها بریم مثلا تفریح کنیم و این ور اون ور. هیچی دیگه، من رفتم کنکورمو دادم، صبح زود بیدار شدم رفتم دادم، برگشتم، خیلی خوب به نظر خودم انجام دادم اونو، خیلی حال داد بهم، گفتم ایول سر دمت گرم. نمرم هم نسبت دفعه اول خوب شد، فکر کنم دفعه اول نمیدونم 15 بود 7 بود چند بود، این دفعه از 160 اینها آورده بودم، نمیدونم بیشتر از 60 بود یا خود 60 نمیدونم، خلاصه 60% رو گرفته بودم، یعنی یه پیشرفت قابل توجهی بود، فقط با چند تا نکته خیلی جالب بود و اعتماد به نفس. هول نکردم این دفعه اول، چون هول کردم خیلی تاثیر داد. خلاصه من قبول شدم. اون وسط یک اتفاقی افتاد که یک ویدیو جدا میخوام براش بگیرم که آرزوی من به حقیقت پیوست و تونستم بیام تهران و از همون روز اولی که میخواستم برم دانشگاه من خونه داشتم. خیلی عجیب بود این اتفاق هم و واقعا باید براتون تعریف کنم، چون اینکه تو اصلا بخوای بری تهران، من اصلا قبلا مطرح میکردم اینجوری بود که آخه خونه ببین هم پول پیش میخواد، هم اجاره میخواد، هم وسیله میخواد، اصلا خیلی تو باید متمول باشی در اگه بخوای صفر همه اینا رو بریم اونجا یهو بذارن تو کاست بگن بیا بشین اینجا زندگی کن. ولی برای من یه اتفاق خیلی عجیب و خاص افتاد، اصلا باور نکردنی. بعد جالبم بود، جوری بود که همیشه تصویر سازی میکردم تو ذهنم که من مثلا وقتی که میخواستم زندگی کنم با خودم فکر کنم که من دارم تهران زندگی میکنم، این شرایطی که یهو برام پیش اومده بود و واقعا تصور میکردم. خیلی جالب بود این نکته، واقعا نمیدونم چجوری امکان داره، مثلا چند درصد امکان داره که این اتفاق برای یه نفر بیفته. خلاصه من اومدم تهران و دانشگاه سوره قبول شدم. خیلی هم خوشحال بودم چون تحقیقاتی کردم سوره یکی از دانشگاه خیلی خوب تهران بود و تو اون جمعی که بچه‌ای که مثلا 4-5 نفر میرفتیم کنکور عملی میدادیم، یکیشون دانشگاه تهران قبول شده بود. ما 2 نفرمون دانشگاه سوره قبول شدیم. یکی از بچه‌هام که نمیدونم تو انتخابش چه اشتباهی کرده بود که اون سال قبول نشد و خبر ندارم که حالا بعدش قبول شدم. خلاصه ارشد خوندن برای من
بلیت ورود به تهران بود، بلیت زندگی مستقل بود و من واقعا حاضر بودم هر کاری بکنم که مستقل زندگی کنم، جدا زندگی کنم. یعنی اصلا ارشد خوندن که عالی بود دیگه، یعنی اصلا فقط بهت بگم برو ارشد بخون تو تنها زندگی کنی، چی میخوای دیگه؟ مثلا من چه کار میخوای بکنی؟ خلاصه من رفتم و ایدم این بود که چون خب بالاخره هممون تو ایرانی میدونیم سیستم آموزشی ایران چه جوریه، از توقع بار علمی عجیب غریب من خودم شخصا از دانشگاه نداشتم. بیشترش هم به این فکر می‌کردم که برم اونجا با استادای مختلف آشنا شم، با بچهای مختلف آشنا شم، کانکشن بزنم، بعد بتونم از این طریق کلاس‌های مختلف شرکت کنم بیرون از دانشگاه و اینجور چیزا. بچه دیگه خلاصه من اومدم تهران، کلاسام شروع شد، باحال بود، جالب بود. توی کلاسمون یه عالمه دختر بودیم، 2 تا پسر و مثل همیشه یعنی کلا گرافیکم که میخوندم 90% دختر بودیم، 2 تا پسر کلا بیشتر نمی‌اومدن اون رشته مثلا دنگا درس بخونن. نمیدونم چرا میدونم چرا واقعا پسرا ترجیح میدن شغلایی که امنیت مالی بیشتری داره درس بخونن و حقم دارن. حالا شانس من چه اتفاقی افتاد؟ من خب به این امید اومده بودم که کانکشن بزنم، به این امید اومده بودم که ورکشاپ شرکت کنم، به این امید اومده بودم که استادای مختلف رو بشناسم، بچهای خفن رشته رو بشناسم و یه سری رویاهای عجیب غریب در ذهنم داشتم. من اومدم تهران، زارت کرونا شد. هیچ، کرونا شد و ما موندیم تو خونه. من نشسته بودم تو خونه، کلاسام همه آنلاین شده بود. یعنی من فقط واقعا فکر کنم 1 ترم رفتم سر کلاس، ترم اول فقط رفتم سر کلاس و خوب بود، خیلی تجربه باحال و جالب بود. خیلی فرق داره درس خوندن تو تهران با مشهد، خیلی فرق داره و واقعا استادها خیلی بهترن 100%. اساتید خیلی خوبی داشتیم از نظر خودم و به نظرم قابلیت اینو داشت که من خیلی بیشتر بتونم از این فرصت استفاده کنم، ولی کرونا نذاشت. کلاس ما آنلاین بود. بعد مثلا فکر کنم 8 صبح من کلاس داشتم، چی مثلا تاسیس سازی مطبوعات. بعد استاد میومد صداش عین لالایی آروم صحبت کرد، من میذاشتم این لپتاپ رو تخت چرت میزدم، یعنی فقط منتظر بودم اسمم صدا میزدم بپرم. یعنی اینجوری نصف کلاس‌ها رو من واقعا اینجوری شرکت کردم. اوایلش همش خواب بودم، نمیرسیدم، همینجوری که داشتم کلاس رو گوش میدادم آشپزی میکردم. خیلی بد بود. آخه مخصوصا درسای ما همه تئوری نیستش که همش عملیه. بعد تو عملی رو میخوای آنلاین، اونم با سیستم داغونی که اون موقع تازه مثلا داشتن کشف میکردن که حالا ما چجوری باید آنلاین درس بدیم. هیچکی نمیدونست واقعا چجوری باید آنلاین درس بده، همه چی جدید بود. تازه داشتن مثلا با این سیستم کار می‌کردن. بعد یه سری از استادا اصلا انقدر سنشون زیاده اصلا نمیتونستن با اون سیستم ارتباط برقرار کنن، اصلا نمیتونست آنلاین درس بده. واقعا بچه‌ها خب مثلا وقتی واقعا کلاس گیرایی نداره و تو چیزی یاد نمیگیری، خب گوش هم نمیده درستی 100%، چیزی هم یاد نمیگیری. این یکم مشکلاتی بود که برای من پیش اومد. حالا این وسط من دیدم خب کروناه، دانشگاه که هم تقلق هم آنلاینه و از طرفی هم خب زندگی تو تهران واقعا هزینه داره. من تصمیم گرفتم برم سر کار. فکر کردم که چون کلاسام آنلاینه میتونم دوتا رو هندل کنم، هم درس بخونم هم کار کنم. رفتم سر کار، رفتم شرکت انیمیشنی کار کنم و خیلی جالب بود. من بعد اولش میرفتم یه تست میدادم برای اینکه مثلا برای کارآموزی من اول رفتم بعد استخدام شدم. برای تست میدادم و من تو اون تستم از یه سری نکات ریزی که یکی از استادامون گفته بود استفاده کردم. یکی از استادامون برای تاسیسات کنم طراحی کاراکتر و اینها بود که فکر کنم آره دیگه درس طراحی تخصصی بود، طراحی کاراکتر بود، دقیق یادم نمیاد درسش چی بود. ولی استادمون بیشتر تو زمینه انیمیشن و اینجور چیزها، کاریکاتور و اینجور چیزها تجربه داشت و یه سری نکاتی رو بهمون گفتش که تو انیمیشن به کار میره، مثلا اینکه چجوری مورف کنی، چجوری بیتوین بزنی. این چیزا رو خیلی جزئی در حد اینکه فقط بگی که مثلا روشش اینه، مثلا کارش اینه، برامون توضیح داده بود. با اینکه خیلی هم به درسمون واقعا ربطی نداشت، ولی ما 1-2 تا تمرین براش انجام دادیم دستی و اینا که جالب بود و دقیقاً همونا خیلی به کار من اومد توی
تستی که بعد میدادم برای مصاحبه‌ای که رفتم برای اون شرکت، رفتم اونجا. تازه یه نرم افزاری هم که من اصلا نمیدونستم نرم افزار، اصلا طالبش کار نکرده بودم، ادوب انیمیت بود، خیلی با اعتماد به نفس رفتم اونجا. یه چیزی گذاشتن جلوم و گفتن که اینو بیتمیم کن. این کاراکتر بود، چون یکی از پوزیشنایی که تو شرکت براش کارمون می‌خواستن بیتوینر بود. اینکه تو دو تا پوز اصلی وقتی توی انیمیشن داری، پوزای اصلی و انیماتور میزنه، بین این پوزها اون بقیه حرکاتو بیتوینر میزنه. بعد من رفتم اونجا و از همون دو تا نکته کوچیکی که استادم گفته بود استفاده کردم و تونستم اون تست رو انجام بدم و قبول شدم و رفتم اون شرکت رو کار کردم و 1-2 سال تو شرکت بودم، 1 سال خورده تو شرکت بودم و اینجوری. یعنی از این جهت اون کلاسا اینجا 1 بار به دردم خورد. بعد ولی یه اتفاق بعدی اینجا افتاد که حجم کاری خیلی زیاد بود تو شرکت. بعد من نصف کلاس‌های آنلاین نمیتونستم درست شرکت کنم. همینجوری که داشتم شرکت کار می‌کردم، این هندزفری تو گوشم بود، استاد صحبت می‌کرد. مثلا یه موقعی که اگه من صدا می‌زد من کار داشت، من مثلا بیرون تو راپل جواب میدادم، صحبت می‌کردم، دور برمیگشتم تو. بعد مثلا فکر کنم من ساعت 6 صبح از خواب بیدار می‌شدم که 9 صبح بتونم برسم به شرکت. از اون برم تا تعطیل می‌شدیم، برمیگشتم خونم 8 شب اینا میشد، هفته 8 شب و له داغونم، چون من کلی مسیر باید پیاده میرفتم، کلی باید تو مترو می بودم، کلی باید تو تاکسی می بودم که برسم به خونه و برسم به شرکت. یعنی واقعا جون نداشتم وقتی برمیگشتم. بعد برمیگشتم خونه و میشستم پروژه‌ای که میدادم برای دانشگاه رو انجام میدادم، میشستم تصحیح سازی میکردم دیگه تا جایی که دیگه کشش داشتم. بعد فکر کنم غذام بعد درست میکردم، خونه رو بعد تمیز میکردم، همه کار بعد میکردم. بعد این باعث شد که حالا یه سری از کلاس‌ها رو هم درست نمیتونستم شرکت کنم و برای یه سری از کلاس‌ها نمیتونستم اونقدری که باید وقت بذارم. یعنی من مثلا یه سری از درسامو اگه مثلا باید 6 تا فریم تحویل میدادیم، من 5 تا فریم میتونستم تحویل بدم تهش، یا 3 تا فریم میتونستم تحویل بدم، مثلا وقت نمیکردم انجام بدم. بعد همینجوریش هم تمام وقتمو میذاشتم روی کار شرکت، از اونورم حقوق درست حسابی بهم نمیدادن، خیلی تحت فشار قرار گرفته بودم. یعنی من ترم آخر یادم یه بار زنگ زدم به مامانم، گفتم مامان تو فقط بیا اینجا، چون من تحویل پروژه‌های دانشگاهم هم هست، تو فقط بیا برام غذا درست کن و اینا که من وقت نمی‌کنم، اصلا وقت نمی‌کنم غذا درست کنم، بیا برام کار انجام بده که من بتونم هم کار شرکت رو تموم کنم، هم بتونم پروژه‌مو تحویل بدم. بعد همون زمان داشتم خونه‌م هم عوض می‌کردم. واقعا دوران وحشتناکی بود. و اینجا فهمیدم که ارشد خوندن و کار کردن یه ذره با هم در تضادن. یعنی حداقل برای من اینجوری بود که نمیتونستم هم درس بخونم هم کار بکنم. یعنی بالاخره برای یکیش یه ذره میزدم، تایمم اجازه نمیداد، انرژیم اجازه نمیداد. خلاصه که به هر ضرب و ضربی بود من کارامو انجام میدادم و چون حالا استادا من لطف داشتن، هم میگفتن کارات خوبه و کارامو دوست داشتن. مثلا خیلی وقتا یه سری مثلا کار بعد تحویل میدادم، مثلا نمیدونم مثلا 5 تا فریم بعد تحویل میدادیم، من 3 تا فریم تحویل میدادم، نمرم از اونی که 5 تا فریم تحویل داده بود بیشتر میشد. مثلا با 3 تا فریم مثلا استاد به من 19.5 میداد، میگفت چون 3 تا فریمت انقدر پر کاره، انقدر کار کردی روش، خیلی عالیه. یعنی من آخه مثلا دوست نداشتم همینجوری سنبل کنم بره، دوست داشتم همه کارام با جزئیات انجام بدم، با کیفیت انجام بدم. بعد خب یا بعد از کیفیتش میزدم یا بعد از تعدادش میزدم دیگه، یعنی نمیشد هر دو تاشو با هم دیگه انجام بدم. نمیتونستم مثلا 5 تا فریم خیلی با کیفیت بزنم، یا بعد 3 تا با کیفیت میزدم یا 5 تا بی کیفیت. ولی اینجوری شد، یعنی در نهایت معدل من معدل خیلی خوبی شد و اوکی بود. حالا توی این تایم یه چیزی که من فهمیدم این بود که من اصلا اونجوری که فکر میکردم بچه‌ها توی ارشد خفن نیستن. وقتی که وارد میشه من فهم کردم هر کی میاد تو ارشد باید خیلی کارش خوب باشه که بره تو ارشد. من با اعتماد به نفس خیلی کم رفتم سر کلاس و فکر کردم خیلی بقیه از من بهترن، ولی بعد فهمیدم که نه، هممون همین جوریم که رفتیم سر کلاس. یعنی بچه‌ای که میان ارشد میخونن که خودم هم جزوشون بودم، نباید میمونیم ارشد میخوندیم در واقع، ولی خب سیستم متاسفانه آموزشی ایران یه جوریه که اصلا
کیفیت در حد ارشد نیست، نه کیفیت کارهای خودمون در حد ارشد بود، نه واقعا کیفیت حالا توی یه سری درس کیفیت آموزشی. به خاطرش حالا کیفیت آموزشی هم معمولا به خاطر بچه‌ها میاد پایین، یعنی وقتی که یه سری یا کارهای ضعیف‌تری دارن انجام میدن، خب استاد نمیتونه یه کار خیلی عجیب غریبی توقع داشته باشه، مجبوره باز دوباره مثلا در یه سطح دیگه‌ای درس بده، در سطح پایین‌تر درس بده که مثلا شاید بعد تو کارشناسی اونجوری درس میداد. و از اون طرف هم واقعا واسه درس‌های سری تایم‌ها خیلی کم بود، یعنی مثلا 4 واحد واسه مثلا اون درس واقعا کم بود، باید مثلا بیشتر رو اون درس کار می‌کردیم. از این جهت کرونا شد، من خب نتونستم اونجوری که باید و دلم میخواست با بچه‌ها با استادا و اینا ارتباط برقرار کنم، ولی بازم تو همون تایم کم و با اینکه هم سر کار میرفتم هم کلاسمون آنلاین بود، 2-3 تا تونستم 2-3 تا کانکشنی که دوست داشتم و برقرار کنم که بعدها هم خیلی بهم کمک کردن نهایت. و کلاس های دیگه هم نتونستم شرکت کنم، یعنی چون داشتم ارشد میخوندم، چون داشتم میرفتم دانشگاه، چون داشتم برای اون وقت میذاشتم و چون داشتم بالاخره هزینه میکردم برای دانشگاه دولتی نبود و برای زندگیم هم داشتم هزینه میکردم، هم از لحاظ مالی دیگه نمیتونستم خیلی ساپورت کنم این قضیه که بخوام کلاس های مختلف دیگه رو شرکت کنم، هم زمانی بهم اجازه نمیداد، یعنی اصلا به اون چیزی که میخواستم نرسیدم، باید همون دانشگاه رو باید میچسبیدم دیگه، یعنی همون آموزشایی که بهمون میدن. و یه مشکلی که این وسط وجود داشت، مثلا با یه سری از استادا من دیگه هیچ وقت کلاس نداشتم، به من نرسید، شانس من نبود. اون گروه دیگه ای که ما مثلا وقتی ورودی ما 2 تا گروه بودن، مثلا اون گروه با فیروزه گل محمدی و علیرضا گلدوزیان کلاس داشتن ولی این 2 نفر به گروه ما نرسیدن، یعنی ما نتونستیم با این 2 نفر کلاس داشته باشیم. یا مثلا برای درس روش تحقیقمون یه استادی بود که مثلا خیلی استاد خوبی نبود و بعد از ما فهمیدن که اون استاد خوبی نیست، چون هیچ کدومون نمیتونستیم پروپوزال بنویسیم و درس روش تحقیقمون خیلی درس واقعا مهمی بود که نشد که اونجوری که باید پیش بره و هممون لنگ موندیم، واقعا 2-3 ترم مجبور شدیم سنوات بزنیم چون نمیدونستیم چجوری باید پروپوزال بنویسیم و آخر مدیر گروهمون به دادمون رسید. و مثلا این چیزای شانسکی وجود داره دیگه، هزینه میکنی و شانسته که کی بهت بیفته، یعنی تو نمیتونی 100% مطمئن باشی که با اون استادی که دوست داری کلاس داری. این یکی از دیگه از بدیاش بود که من هنوز که هنوز مثلا با یه سری از استادا خب هنوز نمیتونم برم کلاس، چون کلاسشون هزینه داره و زندگی کردن تو تهران هم خیلی هزینه داره و باید اهم و فل اهم کنی. یعنی یه جورای اولویت هم دیگه تغییر کرد بعد از اون داستانی که دیگه اومدم تهران. ببینید ارشد و وقتی که میخوایم واردش بشین یه سری واقعیت ها وجود داره، یعنی بر اساس چیزی که من تجربه کردم این که شما یکی این که توقع آموزش عجیب غریب نداشته باشین، یعنی فکر نکنین که رفتین اونجا یه آمپولی میزنن تو مغز شما میرین سر یه کلاسی، از اون کلاس پروفسور میای بیرون دیگه الان کارت عالیه، الان دیگه میشینی تصویر سازی میکنی و اون استاد مثلا نمیدونم بعضی توقع دارن استاد مثلا چیکار کنه، یهویی چی بهشون منتقل کنه و همیشه ناراضی بودن از این موضوع که ما رفتیم سر کلاس این استاد هیچی گیرمون نیومد. ولی واقعیتش اینه که شما توی ارشد درسته که حالا سیستم آموزشی مشکل داره، بعضی وقتا استادا خیلی هم استادای خیلی خوبی نیستن یا مثلا خودشون کارشون خیلی خوبه ولی حالا نمیتونن اینو آموزش بدن درسته اینا وجود داره. ولی یه چیز دیگه ای که وجود داره این که ارشد دیگه مثل کارشناسی نیست، شما باید دنبال استاد راه بیفتی، یعنی باید بری از استاد بخوای، باید پیلش بشی، باید بگی که اینو به من بگو، اینو به من یاد بده، یعنی اینو چیکارش کنم، هی بری بذاری جلوش، خودت بشینی باید تو خونه یه عالمه کار کنی، یعنی نمیتونی همینجوری توقع داشته باشی هیچ کاری نکنی، هیچ مطالعه نکنی، یک دانش عجیب غریبی تو یه زمینه‌ای به دست بیاری، بعد بری دنبال استاد، بعد از استاد بخوای. یعنی تو همین الان من خودم مثلا یه جاهایی حتی توی قضیه پایان نامه تا موقعی که واقعا از استاد نمیخواستم یه چیزی رو درست مثلا این نکته رو به من بگو، اینو چیکارش کنم، اینو مثلا به من راهنمایی کنی، لطفاً تو این قضیه به من کمک کنی، کمکم کسی نمیکرد. یعنی تا همین الان اگه خودم از استاد نخواسته بودم استاد اونو جلو پای من نذاشته بود. پس شما باید بخوای، باید
بری درخواست کمک کنی، درخواست راهنمایی کنی و کار کنی، کاراتو هی بهت نشون بدی، پیلشی تا استاد هی بیشتر در اختیارت بذاره از اون دانشی که داره. وگرنه چون معمولا جو کلاس جوریه که خیلی از بچه‌ها کار نمی‌کنن و مثلا خیلی نمیخوان، استادا معمولا نذاره آدم شل میشه دیگه. یعنی خوش مثلا اومدم به کی درس بدم دیگه، نمیتونه خیلی انرژی عجیب غریب بذاره. شما اگه انرژی عجیب غریب از استاد میخوای، بعد خیلی کار کنی و بیای به چشش و ازش بخوای. این موضوع بود یکی که جاهایی که من این درخواست رو داشتم بهم کمک شد به چیزی که حالا تا حدی که میخواستم رسیدم. و دوستای خوبی هم پیدا کردم توی این دوران، با خدا رو شکر توی گروه خیلی خوبی بودم و بچه خیلی خوبی بودم. از این نظر راضی بودم. یعنی اگه بخوام الان بگم که حالا به اون اهدافی که تو ذهنم بود رسیدم، نه در اون حد، چون خیلی مشکلات پیش اومد. خدایی من از 4 ترمی که بعد میرفتم سر کلاس، 1 ترم رفتم سر کلاس، 3 ترمش آنلاین بود و اصلا نشد ما با استاد اصلا حرف درست بزنم رو در رو، بریم اونجا بشینیم کنار دستشون کار کنیم. این اتفاقا نتونست بیفته متاسفانه. این شانس خوب من نه، شانس خوب من بود. ولی باز هم تونستم خیلی کمتر از اون چیزی که تو ذهنم بود با افراد خوبی آشنا بشم، با استاد خوبی آشنا بشم، با بچه‌های خوبی آشنا بشم. این نظر رو از این نظر خوشحالم. و الان که دارم فکر میکنم به دردم خورد این مدرک. چرا؟ چون یکی این که من خیلی اون موقع که وارد دانشگاه شدم، وارد ارشد شدم، گیج و گم بودم و ارشد خیلی به من کمک کرد که یه ذره بیشتر خودم رو پیدا کنم. بعد ارشد خوندن توی یه شهر دیگه به من خیلی کمک کرد که باز رشد کنم، هم از لحاظ حالا اون رشته‌ای که داشتم توش درس میخوندم، هم از لحاظ شخصیتی و ذهنی. خیلی به من دور بودن از خانواده، توی یک شهر بزرگ زندگی کردن، اینا چیه نوتیفیکیشن میاد، اینا خیلی به من کمک کرد. و خب اینجا تو تهران خیلی موقعیت شغلی بهتریه، مخصوصا اینکه من حالا بالاخره با یه سری آشنا شدم و یه سری چیزهای خوبی یاد گرفتم از استادا. خب بهم کمک میکنه که بتونم راحت‌تر وارد حالا جامعه هنری این شهر بشم از طریق همین آدما. و اینکه خب چون ما خیلی وضعیت باثباتی نداریم تو جامعهمون، یه حقیقتیه، شما نمیدونی فردا قراره چه اتفاقی بیفته. اینکه یه جایی تحصیل کرده باشم و یه مدرکی داشته باشم و یه تجربیاتی داشته باشم توی اون زمینه، درس خونده باشم یه جایی، بعدها میدونم که به من کمک خواهد کرد توی یه زمینه. یعنی اون موقع به نظرم مثلا راه درستی نبود. الان با توجه به اتفاقاتی که افتاد، شرایطی که تغییر کرده، من احساس میکنم کارهایی که توی این تایم توی ارشد انجام دادم و مدرکش و تجربیاتم به دردم میخوره. اون موقع فکرشو نمی‌کردم، الان میدونم که به دردم میخوره. آره دیگه، در صورت یک مقداری ارشد منو باز هم یه ذره عقب از یه سری چیزا نگه داشت و من خیلی درگیرش شدم و من نمیتونم 1000 تا کارو با هم دیگه انجام بدم. مجبور بودم با یه سری استادایی که حالا شاید بعضیاشون رو دوست نداشتم باشون کلاس داشته باشم، بعضیاشون خیلی دوست داشتم باشون کلاس داشته باشم، با اونا کار بکنم، برای اونا کار بکنم و تایممو انگار برای اونا بذارم، در صورتی که مثلا میتونستم برای استادایی که دلم میخواد برم کلاس جدا شرکت کنم و هزینه‌ای که کردم و برای دانشگاه بدم مثلا کلاس بیرون شرکت کنم. با اینکه مثلا یکی از اتفاقایی که افتاد این بود و با اینکه اونقدری که دلم میخواست سر کلاس نرفتم، با اینکه اونقدری که دلم میخواست تو محیط دانشگاه نچرخیدم، اونقدر که دلم میخواست با خیلی آشنا نشدم، ولی اگه بخوام جمع‌بندی بکنم ارزشش داشت که من بیام ارشد بخونم. ارشد برای من چون فقط درس نبود، تو زندگی شخصیم هم خیلی تاثیر گذاشت، یعنی مسیر خوبی رو جلو پای من گذاشت. من اصلا به این دید که برم اونجا و
خیلی بخوام بار علمی زیادی داشته باشم و با یک جامعه هنری خیلی خفن عجیب غریبی بخوام روبرو بشم، با این دید نرفته بودم واقعا دانشگاه. اگه خیلی زیاد با این دید رفته بودم، یا خدا، اگه خیلی با این دید رفته بودم و یه ذره میخورد تو ذوقم، ولی چون یه ذره بک‌گراند اینو داشتم که همچین توقعی نداشته باش، دیدم که نه، بازم اون افتضاحی که مثلا بازم فکر میکردم در اون حدم نبود، ولی حالا خیلی پربارم نبود. چی داشتم میگم؟ فعل و فاعلم یادم میره. آره خلاصه بچه‌ها ارزششو داشت و اگه بخوام یک راهنمایی بکنم در خصوص زندگی در دانشگاه و ارشد، واقعا سعی کنین که اخلاقتون رو خوب کنید. واقعا سعی کنید که با استادا خیلی خوب رفتار بکنید. من نمیگم اگه مثلا منظورم نیستش اگه کسی به شما بی احترامی کرد یا بد رفتار کرد شما مثلا مظلوم بشینید و چیز نکنید. منظورم این چیزها نیست که بعضی وقتا تک و توکی در زمانهای تحصیل اتفاق میفته. حالا ممکنه مثلا آدم به طور یکی بخوره که خیلی چیز خدا رو شکر من این تجربه رو نداشتم، ولی بعضیا هستن که با مثلا اخلاق رفتار درستی وارد دانشگاه نمیشن، یعنی طلبکارن خیلی و پرتوقعن و شاید پررو و بی‌ادبن. خب اگه شما همچین شخصیتی داشته باشین و رفته باشی دانشگاه، بخوای استادا رو بکوبونی، بخوای مثلا دنبال گیر باشی، یکی رو تحقیر کنی، بخوای دنبال مسخره بازی باشی، بخوای بد رفتار بکنی، محترمانه صحبت نکنی، محترمانه رفتار نکنی، فرهنگ درخواست کردن، خواهش کردن، فرهنگ تشکر و قدردانی، این چیزا رو نداشته باشی، واقعا خیلی موقعیت ها از شما دریغ میشه. یعنی شاید اگه رفتار خیلی خوب و محترمانه و درستی داشته باشین و آداب معاشرت انگار خوبی داشته باشید با آدم‌های فرهیخته توی اون دانشگاه، بالاخره کسی داره به شما درس میده، یه استادیه که حالا از شما خیلی بیشتر درس خونده، سنش و تجربتش خیلی زیادتره و آدم محترمیه و یک جایگاه هنری و اجتماعی، یک شأنی داره. شما اگه بتونید خوب با این آدم رفتار بکنید و خوب با ارتباط برقرار بکنید، مطمئن باشید مسیرهای خیلی خوبی رو جلو پای شما میذاره. حالا بجز اینکه واقعا ما باید با آدمای محترم برخورد کنیم، یعنی حتی من شخصا میگم اگه طرف مقابلمون آدم محترمی نیست، اینکه ما محترمانه برخورد کنیم شخصیت ما رو نشون میده. درسا شما این کار به نظر انجام بدید برای اینکه زندگی اجتماعی خوبی داشته باشین و حتی اگه بخواید فقط شأن خودتون رو حفظ کنین همین. ولی از اون طرف هم یه سری پاداش‌هایی جلو پای شما قرار داده میشه به خاطر رفتار خوبی که داشتین. خیلی بیشتر بهتون کمک میشه، خیلی راه‌های جدیدی براتون ممکنه باز بشه و خیلی وقتا مسیرتون ممکنه تغییر بکنه و به نظر من یه چیز ارزشمندیه اینکه شما فرصت خیلی خوبی به دست بیارین از طریق آدم‌های درست حسابی رشته‌تون. خلاصه که این نصیحت هم گفتم بهتون بکنم چون باهاش مواجه شدم توی دانشگاه با افرادی که نمیدونم چطوری واقعا درست رفتار نمی‌کنن و به خودشون لطمه میزنن، واقعا به کسی به جز خودشون لطمه نمیزنن با رفتار اشتباه و نادرست با آدم‌های خوب و بزرگوار. آره دیگه، خلاصه این بود داستان ارشد خوندن من. امیدوارم که خوب توضیحش داده باشم چون که من یه مقداری پرش فکری و ذهنی دارم، اما وسطش مثلا یهو ممکن بود یادم بره که چی دارم میگم و اینا. آره خلاصه بچه‌ها، ارشد خوندم برای من با توجه به شرایط من، رشته‌ای که من درس خوندم و همه چیز ارزشش رو داشت در نهایت. یعنی فکر نمی‌کردم که بعدا بیام این حرفو بزنم. همیشه فکر می‌کردم وقتی که بیام مثلا بخوام در مورد ارشدم صحبت کنم میگم که خیلی بیخود بود و ارزشش رو نداشت و نرین درس بخونیم، ولی اینطور نبود. یعنی تا الان که بهش فکر می‌کنم مسیر زندگی من جای خوبی رفت و الان بهم خیلی کمک میکنه. اگه بخوام خارج از ایران یه موقعی اپلای بکنم، اگه بخوام با انتشارات خیلی خوبی بخوام برم
قرارداد ببندم و همکاری بکنم. توی این زمینه ها خیلی همین دانشگاه خیلی به من کمک کرد. این ممکنه حتی با توجه به شرایط شما و رشته شما ارشد خوندن یه وقت میبینی کار بیهوده‌ای باشه، ولی برای من خوب بود. یعنی برگردم دوباره ارشد رو میخونم 100%. خیلی در نهایت مخصوصا برای پایان نامه خیلی سختی جلو پای من گذاشت، چون که واقعا در زمینه پژوهش آدم شوتی هستم و خسته کننده است خیلی پژوهش برام و تمرکز و اینو ندارم بشینم پژوهش بکنم. بچه واقعا ببخشید که از بیرون داره صدا میاد، اصلا دیگه چاره‌ای ندارم که جز این، چون ویدیو رو هم دارم تموم میکنم. تو پایان‌نامه خیلی برام سخت بود و پدرم رو در آورد، ولی تجربه خیلی خوبی شد چون چیزای خوبی یاد گرفتم که بعدها به دردم میخوره. حتی این زمینه، حتی روشی که باید تحقیق بکنم، روشی که باید مقاله بنویسم، پایان‌نامه جمع کنم، باز هم چیز به درد بخوری بود که من یاد گرفتم. آره بچه ارزشش رو داشت. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین. من امیدوارم که اگر الان موندین نمیدونین چی کار کنین، نمیدونین ارشد بخونین یا نخونین، اگر شرایطش رو دارین، اگر از لحاظ مالی، اگر از تایمتون اجازه میده، اگر میتونید، به نظر من میتونید امتحانش کنید. به نظر من میتونه فرصت خوبی باشه اگر شما آدمی باشید که بتونین از این فرصت استفاده بکنید و نکات خوبی رو ازش استخراج بکنید در نهایت. اگر نه که به نظر من حالا تأثیر سرنوشت ساز عجیب غریبی هم نداره اگر نخونی. مسیرتون فقط عوض میشه. واقعا همه چی بستگی به خودتون داره که چجوری بخواین از اون فرصت استفاده بکنید. همین دیگه بچه. بازم ممنونم که ویدیو رو نگاه کردین. اگر ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایکش کنین و این چنل رو سابسکرایب کنین. لایک های شما خیلی کمک میکنه به دیده شدن ویدیوهای من. این بعضی وقتا که یکی دو تا لایک بیشتر میخوره کلی بیشتر ویدیو من دیده میشه، حتی با همون یکی دو تا لایک شاید باورتون نشه. آره دیگه، امیدوارم اگر الان تو این شرایط هستین بتونین تصمیم درستی بگیرین و همه چی براتون اونجور پیش بره که میخوان. این ساختمون بغلیمون دیگه خیلی داره سر صدا میکنه. نمیدونم دم غروب چرا دارن کاراشون انجام میدن. بابا صبح مگه ساختمون نمیساختین شما؟ بچه خیلی ممنون که این شرایط رو تحمل کردین، صدا رو تحمل کردین، حرف من گوش دادین. خداحافظ.